دوستای خدا هم یک مقاله دارن میگن می بخور مصحف بسوز و آتش اندر کعبه زن، ساکنی بتخانه باش و مردم آزاری مکن. 100 مسجد و 100 مدرسه آباد کنی، 100 بنده به زر خریده آزاد کنی، 100 روز روزه گیری و شب نماز، زان به نبود که یک دل شاد کنی. یک دل شاد کردن خیلی ثواب بزرگ داره. عزیزای خدا میگن دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیلی آزر است، دل نظرگاهی جلیلی اکبر است. یعنی دل شاد کردن، یک انسان خرسند کردن خیلی ثواب بزرگ داره، اما تحقیر و آزار دادن، غمگین کردن هم خیلی گناهش بزرگ است. برادر عزیز بزرگوار، خیلی که مردم همین کرونا ویروس میترسن، از الله میترسیدن، خداوند تمام درد رنج ویروس و وبا را جامعه دور میکرد، گم میکرد. میگه ترس نداره مخی. خدا کنه ای پروردگار بترسیم تو از چنگال این ویروس ها و این وبا ها، پروردگار بزرگ ما و شما را نجات بده. این الله لم یضع داء الا وضع له دواء. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه خداوند هر دردی را که در روی زمین وضع کرده است، شفای او درد را وضع کرده است، شفاش در دست پروردگار است. برای همیشه دعا کنید که خدایا این ویروس این وبا را نیست نابود کن، در این مسجدهای مسلمانان را از نو باز کن که مسلمانان نماز با جماعت مستحبه ادا کنند، دست جمعی دعا کنند که پروردگار فیض و برکات شد در این ملک سرزمین بیشتر و زیادتر نازل سازد. آمین یا رب.